ماشی دایجو بودسکا آروم سال هستم. خیلی خوش اومدید به چنل انیمه تراپی، چنل خودتون. تو این ویدیو میخوایم تاپ ترین انیمه های دنیا رو که از طرف IMDb بهشون نمره داده شده رو بهتون معرفی بکنم. پس بدون معطلی سوکا. اولین انیمه برتر دنیا آواتار The Last Airbender که به نظر من برای اولین انیمه‌ای که تو میخوای شروع بکنی خیلی انیمه خفن و مناسبیه. واقعا هم یه چیز خیلی خاصیه، داستان خیلی خاص داره و همه چیش عالیه. به نظر من میتونه تاپ ترین انیمه دنیا باشه. نمرش 9.3. دومین انیمه دنیا اتک آن تایتان به با نمره 9.1 که اتک آن تایتان هم یه انیمه واقعا بی‌نظیر و خاص و یه داستان بی‌نظیر، یه داستان تکرار نشدنی، همه چیش عالیه. رتبه سوم فول متال آلکمیست نمره 9.1. چهارم وان پیس با نمره 9 که به نظر من وان پیس یه انیمه کامله، یه انیمه لانگه، حدود 1200 قسمت که احتمالاً تا یکی دو سال آینده هم قسمتاش بیاد. و من یه توضیحی هم راجع به این که چجوری انیمه های لانگو ببینید و ازش خسته نشید و حتما تو ویدیوهای دیگه بهتون توضیح میدم. رتبه 5 بلیچ با نمره 9. بلیچ عالیه. رتبه 6 هانتر ایکس هانتر با نمره 9. از این سه تا نمره 9 رو گرفته بودن که من خودم هم ترتیب بندیشون کردم. مثلا چون این سه تا نمره 9 رو گرفته بودن، من اومدم وان پیس رو گذاشتم اول، بعد بلیچ رو گذاشتم، بعد هانتر ایکس هانتر رو گذاشتم. رتبه هفتم دث نوت با نمره 8.9. دث نوت هم یه انیمه خیلی خفنه، داستان خیلی خاصی داره، عالیه. رتبه هشتم وینلند ساگا با نمره 8.8. وینلند ساگا یه انیمه وایکینگیه که تا الان 2 فصل ازش اومده و فصل سوم قراره خیلی خفن بشه. خبری هم الان ندارم از اینکه کی میخواد بیاد، ولی اگه بیاد خیلی خفنه. رتبه 9 دراگون بال با نمره 8.8. دراگون بال هم یه انیمه خیلی خفنه که طرفداری خاص خودشو داره و به تازگی هم مانگاکاش فوت شد. روحش شاد باشه، خیلی کارهای خفنی ساخت. یکی از این کارها هم دراگون بال بود. رتبه 10 اشتانگیت با نمره 8.8. رتبه 11 هاجیمه نویپو با نمره 8.8. پس این 4 تا نمره 8.8 رو گرفته بودن. رتبه 12 ناروتو با نمره 8.7. به نظر من ناروتو خیلی بعد از این بیشتر نمره میگرفت. من یکی از طرفدارای دو آتیشه ناروتو هم، مشخصه از بک دراپ و شارینگانای کیس هم مشخصه که چقدر ناروتو رو دوست دارم. رتبه 13 وان پانچ من. وان پانچ من عالیه، یه انیمه فان اکشن بی‌نظیره، فایتاش هم خیلی خفنه. فصل سومش هم تریلرش رو الان دیدم، ببینید عالیه. حتما پیشنهادم میکنم حتما ببینید وان پانچ من رو. نمره 8.7 رو گرفته. 14 مانستر با نمره 8.7. 15 کد گیاس با نمره 8.7. از این 4 تا هم 8.7 گرفتن. 16 جوجوتسو کایزن با نمره 8.6 که جوجوتسو کایزن بهترین انیمه سال شد و بهترین کاراکتر تعلق گرفت به گوجو ساتورو و بهترین طراحی تعلق گرفت به سوکونا. یعنی 2 تا از بهترینا تعلق گرفتن به 2 تا از کاراکترهای جوجوتسو کایزن. جوجوتسو کایزن هم یه انیمه واقعا خفنه. رتبه 17 دیمن اسلایر با نمره 8.6. به نظر من دیمن اسلایر هم باید نمره بیشتری میگرفت، ولی میگیره حتما، به خاطر اینکه دیمن اسلایر تا الان 3 تا فصل ازش اومده و اصلی ترین فصل و خفن ترین فصل که قراره آرک آخرم باشه به نام اینفینیتی کستل سال آینده میاد و اگه این آرک بیاد بهتون 100 میگم که دیمن اسلایر رتبهش خیلی از اینا بالاتر میشه، چون قسمت به قسمتش فایتای خفنی قراره مورد. شماره 18 کایجو نو 8
که یه انیمه جدیدم هست اومده و همه چیش هم خیلی خفنه، خیلی اکشن و باحال و فانه. من خیلی دوستش داشتم. تا الان هم ازش 12 قسمت اومده، تک فصل، خیلی خفن بود. با نمره 85. 19 چینز آف من با نمره 84. چینز آف من هم یه تک فصل ازش اومده و یکی از محدود انیمه‌ایه که با گرافیک 2K. چینز آف من هم خیلی خفن بود، باحال، خیلی حال کردم. رتبه 20 سولو لولینگ با نمره 83. سولو لولینگ هم ببینید طرفدارای ماپا گفتن که ما فکر کردیم ماپا صدش رو برای اتک آن تایتان گذاشته، ولی مثل این که نه، صدش رو برای سولو لولینگ گذاشته. سولو لولینگ رو حتما پیشنهاد میکنم ببینید. کلا این انیمه هایی که الان براتون نام میبرم و حتما ببینید. یعنی اگه جز اون لانگایی که میخوام تو ویدیوی دیگه بهتون توضیح بدم چه جوری اونا رو ببینید که خسته نشید، بقیه‌شون کوتاهن، میتونید اونا رو ببینید، سلکت بکنید. حالا من تو ویدیوهای دیگه میام انیمه ها رو دسته‌بندی میکنم، خفن ترین انیمه ها تو سبک‌های مختلف رو میام دسته‌بندی میکنم که حالا تو هر سبکی که دوست داشتین رو برید ببینید و عشق کنید. رتبه 21 مای هیرو آکادمیا با نمره 83. 22 سایبرپانک که برای نتفلیکس نمره 83. 23 کسلوانیا با نمره 83. کسلوانیا برای نتفلیکسه. 24 سپای فامیلی با نمره 83. این 5 تا نمره 83 رو گرفتن. رتبه 25 بلک کلاور با نمره 82. بلک کلاور هم خیلی خفنه و الان یه فصل خیلی خدا قراره ازش بیاد، خبری هم ازش نشیدم ولی فکر کنم یکم دیگه منتظر باشیم میاد فصل جدیدش و قراره خیلی خفن باشه. 26 هل پارادایس با نمره 81 که یک تک فصل ازش اومده و همون تک فصل خودش خیلی خفن بود. با اینکه تک فصل بود ولی واقعا محشر بود کارشون. هل پارادایس هم پیشنهاد میکنم حتما ببینید. رتبه 27 سایکوپس با نمره 81. این بود حدود 30 تا انیمه برتر دنیا که توسط IMDb بهشون نمره داده شده بود و خب این نمره هایی که داده شده نظر مردم بوده و من اومدم نسبت به این نظراتی که داده شده خودم یه سریاشو دسته‌بندی کردم. نمیتونستم خیلی خودم جابجا بکنم، یعنی اگه میخواستم ویدیو بر طبق سلیقه خودم باشه خیلی از انیمه ها رو شاید میآوردم صدر جدول، ولی گفتم به خاطر اینکه نمراتشون اینجوری بوده رو من فقط یک کوچولو میام دستکاری میکنم. امیدوارم با این ویدیو خیلی حال کرده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو هم حتما بزنید که ویدیوهایی که اومد در اسرع وقت تماشا بکنید که قراره خیلی بهتون کمک بکنه توی انیمه دیدن. اطلاعاتی که بهتون میدم خیلی کمکتون میکنه. امیدوارم که دوست داشته باشید. میبینمتون تو ویدیوهای بعد. Love you guys. سایونارا.